سلام برای بکس رترو، خیلی خوش اومدید. من پویا رترو هستم و اما این اولین ویدیوی چنل منه و ما امروز اومدیم بریم با هم سوپرمارکت های مختلف خوراکی های مختلف خارجی رو تست کنیم، ولی این خوراکی ها همشون ترش هستن و ما قراره ترش ترینشون رو تست کنیم. امروز من تنها نیستم و امروز یار همیشگی من، یک یوتیوبر خفن و با استعداد، کینگ بری. سلام امروز اومدیم با کینگ بری بریم خوراکی‌های مختلف رو تست کنیم. نظرت چیه در مورد این ویدیو؟ ترش خور هستی یا نه؟ هستی تو؟ من که خوراکم ترشه تونم پاره میشه ولی ترش برسام داخل دیسکریپشن هستش، حتما ساب کنید بچه، ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ ادامش. خوراکی خارجی کلن به نظر من نه خوشمزه نیستن. معمولا خوراکی خارجی خوشمزه نیستن، اما ترشاشون رو نمیدونم. حالا که ما میخوایم ویدیو بگیریم اتوبان شده زنت، ولی ترشاش امیدوارم خوشمزه باشه. خوراکی ترش رو تست کردیم. چی؟ یه پاستیل ترش بود توی مایه خفن. پاستیل که پاستیل میخوای بیا اینو. نه این پاستیلش توی مایه خفن میذاری تا بچه‌ها ما تو خرابات داریم برای توی فیلم. آخه تو نگاه کن شاید باورت نشه ولی سرده. من داشتم یخ می‌ذارم برم. اصلا تو چطوری با دورسی؟ نشدیشی من تورم داره با 3 لایه لباس پاره میشم. ساعت این دو تا نگاه کن. وای ادامه ویدیو رو اونجا براتون میگم. برو بکس ما اومدیم دم سوپرمارکت بستات شباهت فجیعی داره به یه نفر. صافت تو کونت میخوره. ولی آره ما رسیدیم، بریم ببینیم اوکی که ویدیو بگیریم یا نه. انشالله که اوکی بدن. بریم. تو تا دیروز بچه همدان بودی، الان مشکل برات پیش آمدن شدی بچه ارزین یعنی کرماشان. این 4 قلم جنس رو خریدیم. 4 قلم هم میام چی خیلی زیاده، ولی داداش آریان گلم دمش گرم اینجا سوپرمارکت کار میکرد، خوراکی های خفن رو بهمون پیشنهاد داد. بچه‌ها دبیرستان دخترونه عشق کنید. بردمتون کجا؟ ادیتور اینا رو بذار. منم داداش ادیتور خودش. بچه‌ها رفیق ادیتور نداشته باشه. خدا. ما رسیدیم الان خونه، بعد سعی کردیم تا اونجا که میشه آیتمای خارجی رو بخریم. بعد ایرانی هم خیلی زیاده، شاید یکی دو تاشون ایرانی باشه، ولی سعی کردیم تا اونجا که میشه آیتمای خارجی رو بخریم. اول کدوم رو تست کنیم؟ توش 800 600 چرا سه اول کدوم رو تست کنیم؟ بچه‌ها ما نوشیدنی خریدیم، لواشک، آلوچه، بعد همه چی، آب نبات، پاستیل، آب نبات نمیگه که میری وجود اسمارتی همه چی خریدیم. حالا میاریم ببینیم. بعدمون این نوشیدنی هستش، همونطوری که میبینید اسمش فکر کنم کیکس مکس بلوبری. چرا نداریم؟ بوکو بوش حاجی قشنگ بوی زینک میده. قشنگ شربت سینه است بوش. شربت سینه داده ترشه؟ یه طعم از ترش داره. ترش داره میشه میمونه تو دهنه ترش میشه. میمونه تو دهنه ترش میشه. سلطان اوور ریاکت ایران. حالت شربت سینه و زینک و دیگه چی؟ این دوتا میشه این قشنگ. نظر چیه؟ بولبیر دکو داداشم. نظر چیه؟ بعد اصلا ترشی. اصلا ترش شده. گاز وحش تو چشای آدم میاد. یک تا 10. چند یک تا شما؟ 1 تا 10. 8 ببین ان 8 بدیم. خوشمزه خیلی. داداش چیش ترشی اگه ترشی بگم 5 ترشی خوشمزه. ببین اگه ترشیش بخوام امتیاز بدم، من به ترشیش 2 میدم. مرسی. به خوشمزگیش هم کلا 6 میدم. بیاریم داداش این تو دیگه داداش. کیکس مکس. بریم آیتم بعدی. پیتزا و کولا.
پاستیله فکر کنم. پاستیله دیگه با کنیم چی رو قیافش که نرمه. خب بریم ببینیم چه شکلیه. چه پیتزا شبیه پیتزا. این چیه؟ این چیه؟ شبیه پیتزا. بریم چی میت بکو؟ اونو بده من بخورم. آقا این شکلیه. راجه کارشی نرماشه دیگه. پاستی داگه توش ایسته ترشیه؟ عالیه. ترشیه؟ ترش که نی. من نمیدونم اینا روشون همه زده سور. آدم بود رو همه‌شون زده سور ولی نمیدونم چرا ترشی. خوشمزه. به این چند میدیم؟ خوشمزگیش کلا 8. این نوشابه‌ش بچه ها دارم میخورم. نوشابه‌ش این شکلیه. 8 خوب 8 خوشمزه ترشی اصلا ترشی چه خیلی خوشمزه بود. سیل بهش 7 میدم. چه این سبزم آدم سیدیش سراغ آیتم بعدی اینه بچه ها. ایرانیه دیگه. بذارید بهتون بگم فروت لیدر برند باغبان. این ایرانیه. چه کامل همین بس دادش همین نصف شوری بچه ها به این حرکت میگه حرکت تونر. اما شکل این شکلیه. خفنه همیدی به ترشیش همیدی 6 به ترشیش 6 و نیم. 7 میدم. 7 میدم. 6 و نیم باش به لواشک باغبان به ترشیش من 7 میدم. من چون ترش خورم به این چیزایی که خوردم این اصلا ترش نمیدم. بریم. این هستش که من تعریفش رو خیلی شنیدم. این اسمش هست ترش ایکس. قیافش که به نظرم به قیافش میخوره ترش باشه میشه کلی اینجوری ولی پاستیل نکنید. بریم ببینیم ترش هست به اندازه کافی یا نه. از گوشه کف دستو بیار. پشتی بیاد جیرهنگی ها جیرهنگی کنه بریم ایچ با به عشق برو بکس. 1 2 3 زهر ماره بده خفنه بده. وای بچه ها این خوراکی هرسی های زهر ماره ولی دلت میخواد. ترشیش خیلی خوبه دل آدمو نمیزنه. این نمره داره میگه 1 2 3 داره. چند میدی؟ 8 و نیم. من 9 میدم. ببین داشتی دیگه اونقدر ترش چیز خیلی ترشیش خوبه. به ترشیش 7 میدم. داداش یه کلی بگو دیگه کلی بریم برای آیتم بعدی جیگر. اون شیدنیه. اگه 4 تا داشت مزه داره. کیکس مکس دومیشه. این ترشه بکن. این روش زده سوپر ساور. آره با طعم میشه. فکر کنم این خیلی ترشه. بریم. واو. سلامتی خودتون بچه چشاتون. الان بالا میره. ترشه؟ ترشی حاجی. مسخره مزه شلیل میده بچه. این خفن میکنه. وایسا کل چرا میخوره؟ نگر داده. چیزیه وایسا. کلش میخوره.
عالی حاجی این عالی. نکست آیتم بعدی یه مینی آیتمه. تست کنیم فقط ببینیم چطوریه. ایدر کلی بدن چی جوری میخوام بگم خودش بده من خودش همش فقط خودیم درسته جون مادر قبل نخوریم چقدر نه بخور عالی حاجی عالی. بچگی این نوشابه ها میخوردم پیغمبر بود حاجی. قبلا تندتر بود چیز پوش حاجی پشیمون چقدر دورشه. بده نه چه صفت نخواش داداش آبش دید بیا خواهم طعم تلخ آشغال واقعا خیلی ترشه. خیلی مزدش مصنوعی حاجی. مزدش خیلی مصنوعیه. من 9 میدم حاجی. مینی آیتم بود ولی همه بهتره. اصلا خوشمزه دسته من ترش 9. آقا بریم آیتم بعدی. پوست خورده میدادی؟ نه اون دوباره کیک مکس این که برنج داده؟ نه این آره اون نوشیدنیشه. نوشیدنی چقدر چرا که بعد این ترشه این چیزشه. مطمئن نمید این فکر کنم دوتاییه باید از هم سبزش رو بکنی هم بریم آجی جام من به این بازم 9 میدم 9.5 میدم به این. نه 8.5 به این میدم 8 میدی؟ این هم بوده از آیتم کیکس پودرش ترکیب سبز و قرمز. بریم برای آیتم بعدی. خارجی جز این هاچی چیز خاصی نداشت. نداشت همونه فقط چرش نخوندی واقعا. این مونده پوندش اوف کرده جدوی جیست کنم درش بسته بوده چی چطوری توف کرده درو بسته. بریم نمیدونم که آقا چسبیده. بریم برو 1 2 3 زهر مور وای حاجی این مگه همون نبود؟ نفسمو گرفت. من به این 9 نه حالا 9 من به این 9 میدم. خوش من به این 9 میدم. حالا بریم آیتم بعدی. The motherfucking Eagle Double G. به بچه ها عشق کنن. آیتم بعدی مون همشون همینه یا این لیموه. این لیموه فکر کنم لیموش خیلی خفنه اول بزن بچه ها بود شربت آب لیمو میده. به قراص بریم 10 بزنه 10 شو نمیزنه بایستا اش خورده دیگه این قلوب تشتم نه حاجی نمیزنه باشه اصلا ترشی مزه مویتو میده. مزه مویتو میده قشنگ. چیه نام همش آب و روش نوشته شکره لیمو ولی اصلا لیمویی نیست. اگه دوست داریم دوباره خوراکی ترش رو امتحان کنیم ولی ترکیبی تو کامنت ها بنویسید ویدیوی بعدی اگه دوست داشته باشید. یکی مونده به آخرمون
کیکس آلبالوه باشه کیکس سوار سوپرمارکت فکر کنم نمایندگی کیکس داشت. بکن بکن الان میدید آقا بریم باشه گازش خیلیه. حاجی انقدر چیزای ترش خوردیم معدم دیگه ترشی و احساس نمی‌کنه. چیزی باید هست که دیگه استعمال داره تنده مگه اسم ترشه راحت هست. روشنش بسته درد داره. آقا اینو من بهش 3 میدم. خوشمزه است خوش هم هست من بهش 3 میدم. آخرمون اینه. این زامبیه اون چیزشو خوردین خیلی وحشتناک بود. این نوشیدنی همونه اسمش هم ترش ایکسه. ترش زامبی مامبی فلان دیگه. این فکر کنم خیلی چیز خفنیه. بده بریم آقا بیرونی با نمیشه بدهش اینجا چی تو سرت سنج علکی نگید این در رو نگید. باشه صبح حتما بیان نره آقا داشت واک کردی یا واک کرده بریوز همون اینه نشون دادم بهتون بریم واسه تستش. واو مزه سکسکی گرفتم. مزه آدامس خیلی خفن میده فکر کنم. بریم ترشی نوشیدنی اصلا ترش نداریم واسه چه سکسکی گرفتم. خوش دمش ایران سکسکی گرفتم. خفنه واجی بی تورش هر میمیره چند میدی تورش کی میکنه چند میدی به این به عنوان این نوشیدنی من به این 6 میدم. تورش هم نبود ترش هم نبود به ترشیش 1 هم 6 بید نه خوب بود نه بد یه جوری 4 تا نگاه کنید بخوری سوال بود. روبکس دمتون گرم. مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. سخنی گفتید شاید قدش هلندش با یک نمیشه بالا داری بیاری. آقا 3 تا دیگه جاش مونده. رتروبکس فور ایور.